سلام و وقت بخیر. کمپرسورهای جدید LG، کمپرسورهای خطی سری 165. ما اتفاقی که واسه مشتری افتاده، بنده خدا دستگاه رو خریداری کرده، نصابی که رفته نصب کنه، حالا از مجموعه ما نبوده ولی نصابی که رفته نصب کنه دستگاه نشتی داشته. به مشتری گفته چند بار دستگاه رو از برق بکش به برق بزن، دستگاه خنک میکنه. ولی اتفاقی که واسه مشتری افتاده یه همچین مسئله‌ای بوده. ما حالا اینو باز کردیم برای تجربه، ولی چیز جالبیه که ببینید داخل کمپرسور خطی چه خبره. ببینید این دستگاه به این صورت روی موتور، یعنی این 4 تا پایه‌ای که هستش، روی دستگاه سوار میشه. ورودی گاز، بیاید نزدیک نگاه کنید، ورودی گاز از این سمت داخل دستگاه میاد اینجا. این سیم پیچ مسئولیت جلو کشیدن این قطعه رو داره، این سیلندر رو داره، و این فنرها مسئولیت عقب کشیدن این سیلندر رو داره. این قسمت ورودی برق و اینم سرسیلند دستگاه است. جالبی کار اینه که این خیلی قطعه محکمی، یعنی به این راحتی جلو عقب نمیره. این میاد روی با جلو عقب رفتن تو مسیر خطی گاز رو میاره روی این قطعه منبسط میکنه. ببینید این سرسوپاپه. قدیما توی کمپرسورها تیغه‌ای بودن، تیغه فلزی. این قسمت به این صورت شد. اینم فقط به خاطر بدون روغن کار کردن دستگاه است. میاد و گاز رو از این قسمت داخل این ریسیور میبره و از اون ور باز دوباره میاد خروجی دستگاه. یعنی اینم به این صورت قرار میگیره روی دستگاه، این داخل سیلندر میچرخه و از این سمت میاد بیرون. این در واقع میشه لوله دیسشارژ، ساکشن و اینم قسمت شارژ دستگاه. چیزای جالبی که روی این دستگاه هستش اینه که این قطعات مگنت های دستگاه هم که هر کدومشون ظاهرا یه قطبیتی دارن، چون وقتی اینا رو باز میکنید واسه به همون ترتیب که باز میکنید بسته بشن. اتفاق دیگه ای که میفته، هر کدوم از این پیچ ها با یه تورکی بسته شدن، یعنی اگر سربندی این دستگاه رو باز کنید بستنش خیلی سخته. این قسمت اویل پمپ دستگاه است که با کار کردن دستگاه شروع میکنه کار کردن و روغن رو روی سیم پیچ کلا میپاشه. چیزی دیگه ای که روی این دستگاه میخواد اتفاق بیفته، من بعید میدونم که بشه اینو راحت تعمیر کرد، ولی خب موتور گرون قیمتیه. الان از 17500 تا 21000 تومان ما قیمت گرفتیم واسه مشتری که این کمپرسور رو عوض کنه. ولی میخوام بگم یه بی اطلاعی سرویسکار در مورد نحوه راه اندازی دستگاه یه همچین بلایی سر دستگاه آورده. ممنون از توجهتون.